احکام روزه داشتن. در روزه 3 فرض است. اول نیت کردن. دوم از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب خوردن و نوشیدن را ترک نمودن. سوم از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب ترک جماع کردن است. برای روزه‌دار سحرخوری سنت است. چنانچه پیامبر گرامی قدر اسلام صلی الله علیه و سلم در فضیلت سحرخوری فرمودند: سحری بخورید، زیرا سحرخوری دارای برکت است. و در حدیث دیگر بیان کردند: فرق بین روزه ما یعنی مسلمانان و روزه اهل کتاب یعنی یهودی و نصرانی ها در خوردن سحری است. برای شخص روزه‌دار چیز خوردن به ضرورت، به نوک زبان طعم چیزی را چشیدن با مقصد تسکین حرارت، در آب نشستن، در حمام زیاده از حاجت بسیار ایستادن، در آبهای بزرگ مثل رود و حوض و کل آبازی کردن به شرطی که آب به درونش نرود. اگر آب به درون رود روزه‌اش می شکند. با مردم گپ‌های سخت گفتن و جنگ کردن، چیزهای بیهوده را تماشا کردن، تمام روز را به خواب یا بیکاری گذرانیدن، شب افطار نکرده 2 روز پی هم روزه گرفتن و یکی از سنت‌های روزه را ترک نمودن مکروه است. در این حالت‌ها روزه نشکند هم ثواب روزه کم می شود. هر کسی بر قصدانه چیز بخورد، بنوشد و یا علاقه جنسی نماید روزه‌اش می شکند. به او لازم است که برای کفارت 1 روزی روزه تباه شدهش بعد رمضان 2 ماه پی هم روزه داشته، سپس 1 روز روزه قضایی گیرد و یا 60 مسکین را 1 روز طعام داده 1 روز روزه قضایی نیت کند. طور در بالا گفتیم روزه با نیت صحیح می شود. اگر کس روزی دراز گرسنه و تشنه گردد و نیت روزه نکند، آن هیچ منفعتی ندارد. کوشش باید کرد که تا دمیدن صبح بعد خوردن سحرخوری نیت روزه کرده شود. مثلا این بگاه برای روزه فردا می توانید نیت کنید. روزه را پیش از خواندن نماز شام با خرما یا نمک، مویز، آب یا میوه کشادن سنت است. خداوند مهربان به بندگانش آسانی را خواسته، دشواری را نمی خواهد. از این را حق تعالی عده از بندگانش را که در این ماه مبارک روزه گرفتن برایشان دشوار است موقتا آزاد کرده است. اگر زنان حامله و کودکی شیرمک داشته خوف برند که روزه‌داری به سلامتیشان یا تندرستی کودکشان زیان می آورد، پس از تولد یا تمام شدن شیرخوارگی کودک روزه می گیرند. بعد رمضان به شماره های روزهای خوردگیشان می توانند روزه قضایی نیت کنند.